شکریه. آقای رمزی، آدمی تو آزادانه به خرید برآمده است. من چند مراتب به تو گفتم که بعد از من نه. پدر نگفتم که به من روبرو نشو. نگفتم که روبرو نشو. پدر تا ها داری. ابا رفعت پسرم، رفعت چی کار کردی رفعت؟ چی کار کردی؟ هستی رفعت؟ ینگه شما روی، زود روی. با رفعت چیزی شد. روی ینگه روی. اپا بیایید. با رفعت چیزی شد. اپا التماس زود از اینجا برویم. احوالش خوب است. رفعت به بیمارخانه برید. پسرم کار رو سرده. کار رو سرده شیر بچه. زود باشه دورو به بیمارخانه برید. سرده میگویم. تمام پدر، هیچ کم نشده است. سردید. تمام هیچ چیز نشده است. روید دست به کارتون شوید. پراکنده شوید. رفعت چی کار میکنی؟ پدر اصلا شما چی کار میکنی؟ شما چی کار میکنی؟ تمام. بیا به بیمارخانه میرویم. دستت رو نشون میدی. سردید پدر. شدم. کمی اینجا شینیم. اپا او بیارم. نه من خوبم. حال رفعت بسیار بد بود. امید میکنم که دستش رو چقور نبریده است. اپا کمی فکری خودتون رو هم کنید. اگر یگون چیز شود حتما به من خبر ده. البته نیونی اوسیا سخت درد داشت. باید آنجا برای سوزاندارو میرفتم اما نتوانستم. دیرتر میروید اپا. خودتون رو اینقدر غمگین نسازید. تو دیروز به نزد سوزان رفتی؟ سلیم رو دیدی؟ سلیم در خونه سوزان است اپا؟ سرای گرفت. نگاه بین کرده نمیتوانی و حق تو نیست گفته گرفت. اینقدر زود؟ کمی انتظار شده نتوانست؟ چرا انتظار شود خواهر؟ آخر ما در کوچه موندیم. در کوچه؟ اپا من فکر کردم که شما خانه اجاره میگیرید. آخر ماشین رو فروختید کو؟ پولها رو دزدیدند. دزدیدند؟ چه خیل کای؟ همون روز همراه با سلیم برای دیدن خانه رفته بودیم و پول در درون جیبزان بود اما دزدیدند. پول نیست. چخیل نیست اپا؟ ندانم. حتی با پلیس خبر دادیم. نصیب یگان روز پیدا میکنند. همش رو دزدیدن اپا؟ همش رو دزدیدند. همش رو. اینقدر پول رو از کجا یافتی؟ پول مکافاتی نفقه هم رو گرفتم زنک جان. از کجا میافتم؟ از آن بازی هایی که هنگام تماشای آن تو لبانت را کج میکردی. من باید روم که باز اوسیا از درد نمورد. اپا پول رو در کجا دزدیدند؟ طبقه رو شستی سرای؟ شستم ینگه. دست در نکند. تشکر. خوش رو یک. نوشی جان. من تو رو انتظار بودم. اکا با دستت چی شد؟ پسرم با دستت چی شد؟ اکا خوب هستی؟ پسرم گپ زن از تو میپرسم. اکا چی شد؟ آرام شوید. من نگویم هم میشنوید. امروز پدرم در بازار خواستن که ینگه ایلان رو کرد زنن. من خواستم که مانع شوم. دیدی که این زن سر شوهرم رو با بلا گرفتار میکنه. مادر جان آرام باشید. به بیمارخانه رفتید؟ شد مادر واهمه نکنید. او خوب است. مادرم خوب است. خوب است. به فکرم خوب است. وای نمیخواهم که سلیم برای او غمگین شود. به همش همین ها گناهکارند. خوب است یکا؟ خوبم. با این طرف گذر. تمام هیچ گرد پشت رو نیست. کشت. درد کرد. خدایا
هرای با کار می روی؟ ما به نزد اپای امینه می رویم. مگر نمیدونید که امکم چقدر غضبناک هستند؟ به نزد او نروید، نروید. میرا چرا اپا؟ شنیده است برای من با تشویش آمده است. نه خود من دخترم را نشناسم و از دوست داشته هایش، آیلش و از مادرش دست نمیکشد. خوب بوده است. چی هم میشد؟ اگر شود هم به من چی؟ چی؟ 72,650 لیره؟ سوزن ینگه ورقه تفتید است. جای خوب ندارم میگویی ها؟ بسیار به انصاف هستی، بسیار. دیروز به نزد اکای رمزی رفته بودم. یک مرد قرضش را طلب کرده آمد، اما سری او باشد این طور خم بود. تو چی درد داری چینگیز؟ درمان درد من در دست شماست ینگه. بهترش من این ورقه را به اکای رمزی نشان دهم. 72,650 لیره داری اکای رمزی؟ غمگین نشود ینگه، هم پولی بسیار دارند گویم. چینگیز ینگه رنگ رویتان پرید؟ از برای خدایی طور نکنید که غمگین میشوم. اکنون حقیقت کارو با من بگویید. با تو چی گویم من؟ حقیقت چی را بگویم؟ فهمو این طور باشد من به نزد اکای رمزی روم. چی کار میکنی؟ تو کیستی که به من تهدید میکنی؟ به نزد رمزی میرفت است. رو اگر نروی آدم نیستی. من از کسی نمیترسم. حساباتی از رزق فرزندانم جمع کردم رو به تو نمیدهم. کدام رزق فرزندانت؟ کی را فریب میکنی ینگه؟ تو چی کار داری؟ چی کار داری؟ با پولم چشم لا کردی بی ناموس. رو من هم میروم به رمزی نقل میکنم. تو چی را نقل میکنی ینگه؟ همه چیز ایان است. این چینگیز از ما چی میخواهد میگویم؟ چرا خورد و خوراک و پولی در بانک امانت گذاشتم آن رو دیده نمیتواند میگویم. با برابر قطع کردن پول باز دیوانه شده است میگویم. رو برای سلیم خیلی در غضب است. رو نمیترسید؟ راستش رو گویید. نمیترسم. کسی که از تو ترسد به مانندی تو شود. یعنی از راه تو نمیگردید؟ بی تربیه. خدا را شکر که رمزی به مانند دیگران نیست. تو را از کردت پشیمان میکند. حتی گپت را تا آخر گوش نمیکند. چینگیزی بی ناموس. نابکار. حالا با دستم میافتی کنتست. حالا همه چیز عیان خواهد شد. جدا میشوی؟ تو میدونی که چی ها میگویی فؤاد؟ این کارها آسان نیست. اگر به سبب باشد عموما آسان نیست. من تصمیمم را گرفتم. تو هم خود را آماده ساز. بعداً با نزلی صحبت میکنیم. این مسئله را به خوبی حل میکنیم. خیر با نزلی چی میگویی؟ چطور ایزا میدهی؟
آیا فکر اینش رو کردی؟ نه نکردم، اما به نزدیک مسئله را فهماندن آسان‌تر است. او این معماها را از تو خوبتر درک کرده است. تو خاطر نشو. حالا همین طور است. اینجا معما من بودم. این خلکی باشد من از حیات شما گم شده میروم و شما پدر و دختر راحت زندگی کنید. من این خیل نگفتم. اگر این عائله داری خوب ادامه نیابد، البته معما از یک طرف نیست. من خطاهایم را اعتراف میکنم. تو اعتراف میکنی؟ من چیکار کردم؟ من دیگر گپ ندارم. تو این خیل آسانه که از من جدا نمیشوی، فهمیدی؟ یمن تو به کار داری. دادر زودتر اسناد جدا شوی را آماده ساز. مرحمت با اشتیاتون. چی میگویی؟ چی میخواهی؟ وقتی که زنگ زدی جواب ندادم، باز با رقمی ناشناس زنگ میزنی. نمیخوام که با تو صحبت کنم. نمیخواهم. چی کار کنم؟ به نزد پلیس روم یا اینکه به دادگاه شکایت کنم؟ چی میخواهی؟ نه البته چون این چیز رو نمیخواهم. عطیف عذر میخواهم. من فکر کردم که دیگر کس است. ببخش. حالا دو معمای مهم داریم. یک ماش تو را کی ناراحت میکند؟ نه مهم نیست. یگان چیزی مهم نیست. مهم نبوده است حل میکنیم. دویمش پیامک روان کرده بودم. بله دیدم، اما بند بودم. یعنی اگر ناراحت کرده باشم ببخش. نه هیچ گپ نیست. یعنی عطیف گوش کن، روزهای دشوار رو پس سر میکنم و با تو دخل ندارد. کاش که دخل میداشت. نفهمیدم. کاش که دخل میداشت. وا میخوردیم همراه روبرو میشد. صحبت میکردیم. یک کمی دلخوشی میکردیم. وا میخوردیم؟ بله بگویی دختر رازی شواخی. وای من باید به خونه روم. در خونه کمی کار دارم. فهمو وعده میدیم که وقتت رو بسیار نمیگیرم. از برای خود رازی شواخیر 2 دقیقه وقتت رو میگیرد. بخوره داخل بخور زیرای. مایلش قهوه خونه ما رو میدونی. فقط بعد کار. من از قهوه خونه دلگیر شدم. دیگر جا رویم. تو ساعتی چند از کار میبروی؟ نزله دخترم؟ پدر جان خوب هستید؟ خوبم. چی شد؟ با مادرم صحبت کردم. راستی گپ درست صحبت کرده نتوانستم. گریه میکنم. نه تو با ما اهمیت نده دخترم. کمی مانده شده گریه میکنیم. بعدا همه چیز خوب میشود. غمگین مشو مالش. همش میگذرد. ما تو را بسیار دوست میداریم. من هم شما رو سخت دوست میدارم. تق کلیدت نیست؟ هست لیکن میخوام که زنم در رو کشوید. بیو بس کن. پای افضالم رو ده. تنجی است. با تو چی شد؟ گیر. آخیر اپم. باز با اپا چی شد؟ باز با یگان کار دست زد. ماشین رو فروخته بود. اما پولش رو دزدانده است. وای حیوان احمق.
تو خبر نداری ها چنگیز؟ نیزنک از کجا خبردار شوم؟ ندانم. فکر کردم که از یکان جا شنیده ای یا اینکه دیده ای. میرا تو میخواهی به من تهمت کنی ها؟ نه، تنها خواستم که بپرسم. گوش کن، مرا میدونی به هر گپ تاب میارم، اما اگر اوید تهمت کردم باشد والله بالله و تالله که رحم نمیکنم. زنک من این پول را از لاتری برد کردم. میدونی که چند تاش را درست تخمین کردم ها؟ در سال یک مرتبه تخمینی کردم درست برآمد و به جای که شکر کنی توبه کردم. چای بیار، چای بیار گفتم. سیبل 2 تا چای بیار. خوب جناب. او برادرم خوش آمدی. گمان کردم که نمیایی. آخر از ایسون جدا میشم نه از تو. اوه تشکر برادر. من به تو چیکار میکردم؟ ایست 1-2 چای سفارش دهم. من سفارش دادم. خیر. ایسون چی حال دارد؟ آرام شد؟ کمی. اینجا آنقدر بسیار نایستادیم. زود گرفته به بیرون برآمدم. بعداً او به خانه رفت و من نو اینجا آمدم. اما آرام شد گفته نمیتوانم. عادت میکند. همه همراه عادت میکنیم. اول نزلی عادت میکند. برای همه همان وزنین است. الو؟ بله؟ ها؟ با خدا که این خبر خوش بود. مایلش در تماس میشویم. این انگین است. برای الوان کار میکفتیم. خیریت حل کرده است. گمان کردم که از قرارگاه پلیس زنگ زدند. دزدی پول را یافتند، اما این هم خوش خبر است. بله بله. اگر آن دوست پیدا شود هم پول را با آسانی رویانیده نمی شود. الوان بسیار یک رو است. بسیار خواستم که قرض دهم اما نمیگوید. خانه را با اجاره گیریم گویم هم قبول نمی کند. چیکار کنم نمیدانم. زنی با غرور است. خدایا این چرا بر وقتتر به یاد من نآمد؟ نفهمیدم برادر. چی نآمد؟ این پول رو به بانک برده امانت بمون. چرا من به آنها باور کنم ها؟ آیا آنها به من باور میکنند؟ بسیار سفسطه میگویی چنگیز. در یاد نداری؟ سالی گذشته 5000 لیره قرض گرفتنی شدیم اما ندادند. فراموش میکنم؟ نه، برای آنکه چنگیز فراموش نمیکند. علی چنگیز نه، تنها چنگیز است. تو رو آگاه میکنم آن بالا پوش رو دزدانده به سر خود بلا میخری. کی بالا پوشی کهنه را میگیرد؟ اگر پول ها در اینجا باشد من کشیده به یگان جا میآویزم. میرم. اگر به یگان کس گویی جزایت وزمین می شود. این را بدان. توبه استغفرالله. به ما کارگری چالاک و چقان لازم است و شما کاری موافق نداره. فهمان تشکر. لبای فواد با تو 2 خوش خبر دارم. زود گپ زن. چی شد؟ یکمش کار یافتم. در حقیقت؟ دویومش چی شده؟ یا اینکه دزدی که پول را دزدی دستگیر نمودند؟ بله قسمی زیاد پول در دستش بوده است. یک قهوه سیاه. سرای با طرفی در نگاه کن. خانم سرای مرحمت منم. در اینجا امضا گذارید. مرحمت. روز خوش. تشکر. خود رو اینقدر حیران نشان نده که فرستاده است میدونی. وقتی از کار برآمدن آنجا حاضر میشم. ای این جوانی رمانتیکی است. این شام کدام لباست رو میپوشی؟ چی پوشم بوسه؟ لباس هر وقت هم رو میپوشم. ما تنها نیم ساعت با میخوریم و این اهمیت نده. اینها برزیاد است.
каме воҳима кардааст. уф ба ту хубӣ намефурад эй духтар. агар мард мебудӣ дар ҳақиқат гов ҳастӣ мегуфтам. беҳтар шуд ки нагуфтӣ. ҳеҷ гап нест. ман барои ороишот як-ду чиз дорам. чашму симоятро бояд каме оро диҳам. симоятро турш накун, каме ханда кун. дугонаҷон, каме ба одамон дандонҳоятро нишон де. бубин, инҳо гуланд ва ба ту омаданд. ин бисёр чизи хуб аст серайҷон. биё меравем. бале, марҳамат бо иштиёитон. шуморо заҳмат додам. саломат бошед. не, ҳеҷ хел заҳмат аст. мо хушхабари шуморо ҷашн мегирем. вале танҳо паниру кулча ҳаст. бубахшед. ин чӣ гуна сухан аст? ташаккур. ман яктиашро мегирам. кори бисёр дорам. то боздид. то боздид. фуад, аслан ман ба ҳайрат афтодам ки чаро полис ба ман занг назад. ҳамчун адвокатат ба ман занг зад. чӣ фарқ дорад? фарқе нест. дуруст. ин тавр бошад кори ман чӣ шуд? яъне кор дар куҷост ва кай ба кор шурӯъ мекунам? агар хоҳӣ рад мекунем, чунки саросема нестӣ. барои чӣ рад кунам? дар як меҳмонхона кори фарошӣ. фикр кардам ки ин кор барояд вазнин аст. чаро вазнин бошад? охир кор бошад шуд. хавотир нашав. ман аз чизе тарс надорам. кай ба кор шурӯъ мекунам? рӯзи душанбе. бисёр хуб. ин тавр ки бошад, хонаеро ба иҷора мегирам, чизҳои хонаро ҷобаҷо мекунам ва пас аз ба кор шурӯъ кардан фарзандонамро ба наздам меорам. бисёр хуб. салом. салом. агар вақт дошта бошӣ. нест али, чӣ хеле ки мебинӣ кор мекунам. худо мададгорад. серай, ман барои чиз мақсади ман ҷиддӣ аст. оё аз хонаатон чизе нагуфтанд? гуфтанд али. акай рифат ҳама чизро нақл кард, аммо ман нияти оиладор шудан надорам. мефаҳмӣ? намехоҳам. бахшиш. ҳамаш ҳамин? ҳамаш ҳамин аст. боз чӣ гӯям али? чаро маҷбур мекунӣ? ман ҷиддиам. боз ягон фикри дигар накунӣ. ҳатто бо амакат оид ба ин масъала вохӯрдем. ман ҳам ҷиддиам али. ман оиладор шудан намехоҳам. дар ин мавзӯъ гап назан. ҳаргиз гап назан. ҷонам, мо чӣ маслиҳат кардем? аввал хонаро ба иҷора мегиред, тартиби интизоми худро ҷорӣ мекунем, баъд соҳиби кор шуда ба назди онҳо мебароед. фарзандонамро осия, бӯяшонро, овозашонро ёд кардам, ҳатто сояашонро. медонам. биёед рафтем. ин қадар либоси сурх ба ту зебида аст эй духтар. чаро ранги лабонатро тоза кардӣ? ин қадар туро оро додам, чаро ин хел кардӣ серай? буса гаранг накун, аз саҳар боз маро девона кардӣ. ҳоло намеравам. туро мезанам серай, ин тав туро намефиристам. бисёр зебо карда будам. бас ана ин хел кун. маҳ инро дар барат гир. аниқ барои танаввули хӯроки романтикӣ меравед. дар ин миён ба дастшӯвӣ меравӣ, инро дар лабонат мемолӣ. маҳ инро гир. фаҳмам. чӣ навиштааст? мо ҳам меоем, тайёрем. рафтем. рӯятро турш накун. маро дилгир кардӣ, ӯро низ дилгир накун. майлаш буса. хайр, ба ман хабар деҳ. шуд буса.
вақтам бисёр кам аст. ба ту ҳам салом. Салом. анакнун салом. хайр рафтем. ба куҷо? ба ҷои наздик, на он қадар дур, барои он ки вақти ман бисёр кам аст. биё савор шав. биё гузар. марҳамат. ҳамон тасмаи бехатариро. падар, ман омадам. اوه خوش آمده جناب علی. دکان رو محکم میکنم. در کجا بودی؟ падар, шумо огоҳ бошед ки инҳо моро масхара мекунанд. رمزی؟ шумо гуфтед ки рамзӣ муҳлат мехоҳад, ба ҳатман хабар медиҳад. бо серай суҳбат кардам, аммо намехоҳам гуфт. تو با او در کجا صحبت کردی پسرم؟ дар назди дӯкон. دختر رو در قد کوشه داشته با من اویله‌دار میشه بگویی؟ البته نمیگوید. من با رمزی صحبت کردم و خبرش رو انتظارم. شما کودکا به این کار دخالت نکنید. падар, ин хел нест охир. ӯ якравӣ накунед гуфт. باید چی میگفت؟ چی میگفت؟ آیا مصیبت های به سرش آمده را نشنیده ای؟ مادرش از حبس برآمد، دادرش بیمار به گردن او است، با بالای این دختر کار میکند. اگر تو او را گلوگیر کنی چی هم میگفت؟ علی، کار حل شونده را ویران کرده، بعد از همه زیاد خودت غمگین میشوی. همین خیر است میگوید پدر. در حقیقت این کاری شده نیست. دعا کنیم که حل شود پسرم. گوش کن، با کار کلان ها دخالت نکن، کمی صبر کن. بیا دو کار را محکم کرده میرویم. марҳамат хонум, биёед. омадем. ҳоло бошад вақти сюрприз аст. чӣ хел? сабр кунӣ, мебинӣ. ҳоло намебинӣ? як сония ист. атиф, чӣ кор мекунӣ? акнун дида наметавонӣ. мӯйҳои зебоятро ҷамъ кунам. дастатро ба ман деҳ. Uzağında kalır mı bu can buna dayanır mı? گوش کن، سورپریزم رو ویران نکن. فهمیدی؟ با من باور کن. فهمیدی؟ این چشمانت رو میپوشم و نمیکشایی. بسیار خوب. حالا راهمون راست است. یگان مانعی و یگان چیزی تو رو خلال دار نمیکنه. فهمیدی؟ خاطر نشو. بیا بسیار خوب. با من باور کن. باور میکنی؟ بیا. آیسته. ایست. اول پای راست. اکنون دستت رو با من ده. بسیار هم خوب. حالا راه همون راست است. یگان مانع و یگان چیزی تو رو خلال دار نمیکنه. فهمیدی؟ با کجا میرویم؟ سورپریز. با زینه. این زینه کمی درازتر است. بیا بسیار خوب. بسیار هم خوب. بسیار خوب. میفرایم. آخران دوتای دیگرش موند. یک قدم دیگر. بار دیگر. انا آخران رسیدیم. Dayanır mı söyle, o kadar basit kolay mı? اینجا طرف خانه ماهی با لذت استانبول است. خوش آمدید. اوه عتیب، خوش آمدید. خوش باشد اکا ارهان، چی حال دارید؟ تشکر زیاد، خوش آمدید. خوش باشد اکا. این خانم دوست دخترم سرای. بسیار خوب. سرای اکای ارهان همدردی من است. اکنون بیا. атиф, من میترسم. شینو کرده نمیتوانم. من در برات هستم و با تو چیزی نمیشود.
من بعد دوی مادر برات میشوم. من بعد با تو چیزی نمیشود. فهمیدی؟ اکنون بیا. اکا ارهان دستتون رو دراز کنید تو سوارش کنیم. احتیاط کن، با دقت باش. تو حال میترسی؟ با من نگاه کن. با من باور کن. فهمیدی؟ با من باور کن که یکون چیز میشود. با این کلاه بسیار زیبا شده ای. گیر گرم و گرم بخور. بوی خوش دارد. چون این ماهی رو شاید در یگان جا نخورده باشی. چه خیلی بولازت است؟ بسیار بولازت. همین خیلی. معقول شد؟ بسیار. اپای الوان اینقدر زیبیده است. تشکری زیاد. سلامت باش اوسیه. با خورسندی من شریک شدی. تشکر. سلامتیت چخل شد؟ خوبم. سوزن دارویی کرده اتون من رو با پا خیزون. بسیار خوب. فروشنده اومد. نرخ آخرینش چند است؟ 50 لیره آخرش. دیگر ارزان نمی شود. 40 می شود. متاسفانه نمی شود. 2 در 45 شود. تبدیل هر دوی ما می شود. سودای بیگاه را رد نکنید. خیر میلش. اپای الوان اینها رو چیکار کنم؟ پرتویم؟ نه پرتو. من استفاده میبرم. مادری رحمتی هم میگفت که کهن نباشد صاحبی نو نخواهی شد. درست گفته است. این رو گیرم؟ نرس میاند معیوب میشود. سلامت باشید. برای این شام مینت دارم. همه چیز بسیار خوب بود. اما من باید روم. نرو، کمی ایستو که بیشتر همراه باشیم. بسیار میخواهم اما باید در خانه باشم. میلش. اما باز کی؟ چی کی؟ باز کی وا میخوریم؟ کی وا خورده یکون کاری میکنیم لیکن در تنهایی؟ عطیف من با چنین کارها عادت نکردم. یعنی نمیدونم. تو خود نمیدونی. میخواهم که بدونم. میخواهم که تو را آموزم. میخواهم سیر کنیم. ببین گرد و اطراف چقدر زیبا است. این کاری خوب است. باید همراه باشیم. میلش خوب. وعده میدی؟
وقت تمام شد. با من 10 لیرم رو دهید. حالا 15 دقیقه نشده است. با 3 دقیقه دیگر. آخر پدر جان آن ساعت قفا مونده است. دختری گلنگ، هنگامی سر کردن این ساعت را به این نوبت گرفته شروع نکردیم. دوام ده. ای میرال، عقل این دختر کار نمی کند. این دختر یگان چیز رو نمی فهمد. شاید به یگان مکتب کسب آموزی دهیم. شما مرا گفتید. انا بین نمی فهمد. عقلش کار نمی کند. با مادرش رفته است. بی تربیه. دهانت رو پوشیده خور. غرش میکنی؟ انا بین آدمی تو زنگ میزند. اپا در حقیقت اپا بسیار خرسند شدم. دوباره دوچار نشوید. فهمو مایلش اپا جان، مایلش شما هم. خدا را شکر. چی شده است؟ دزد را پیدا کردند. پولش را برگردونده گرفته است. دزد را دستگیر کردن؟ پولش را گرفته است؟ بله. چرا باوریت نمی آید؟ در اقیانوس پس از 20 روز گم شدن کشتی در اطراف 1-2 مردی را دیده خرسند می شود. من خود را میدانم. تا با ماشین سوار شدن عصبی بودم، اما بعداً اینطور شدنش را تخمین هم نکردم. Bugün yudum içtim seni, hatıralardan bir kadeh. Dilimde hiç eskimeyen bir şarkı gibi. Söyledim seni, dönüyorum plaklar gibi sarhoş. Uzatsam gölgeni, havada umutrum firar. Güneşte kurutsam kalbimi, denize bıraksam kendini. Kumlara uzatsam gölgeni, havada umutrum firar. Güneşte kurutsam kalbimi. Adım
özledim seni. Hatıralardan bir yokuş, İçimde hiç eskimeyen bir resim gibi. Çok özledim seni. O güldüğüm aşıklar gibi bir hoş. Denize bıraksam kendimi, kumlara uzatsam gölgeni, havada umut ruhum firar, güneşte kurutsam kalbimi. Denize bıraksam kendimi, kumlara uzatsam gölgeni, havada umut ruhum firar, güneşte kurutsam kalbimi. خیرت که در برم هستی میگوید، خیرت که در اینجا هستی میگوید. چنین است. با فکرم ما رفیقی خوب شدیم. رفیقی چی؟ تو عاشق شده ای دوگانه جان. با تلخیح های شیرین خوش آمدی. اپای سوزان جان، علی جان، چه حال دارد اپا جان؟ خوبم، سلامت باش. تو چه حال داری؟ سلامت باشید. اگر وقت داشته باشید میخوام که با شما صحبت کنم اپا. شاید خبر داشته باشید من خیلی جدی ام. یک دقیقه. الو خانم سوزان، من پیش از شما با آفیس آمده نمیتوانم. برای همین پرداخت را به روزی دیگر میگذاریم. نه به خدا که نمی شود. من قرض دارم، باید حتما اون پول رو بگیرم. شما با کاتب دهید، من رفته میگیرم. فهمو، من با ماشین میروم. در یگانجا انتظار شو، به دستت میدهم. میلش انتظار میشوم. اپای سوزان، علی جان کار دارم، بعد وا میخوریم. با مادرت سلام بگو. خیر. گرفته است، باز به لفافه میگذاشته است. تو حالا ایست، حالا میبینه. ایست. خوش آمدی. خوش باش.
ба куҷо? ба ҳамон ҷое ки чанд рӯз бо зиндагӣ мекунам. ба офис. фуад, сафсата нагӯ. чанд рӯз шуд ки барои ба худ омаданат вақт додам, аммо фишор наовардам. ҳоло бошад ин кор аз меъёр мегузарад ва нохуш мешавад. мин бад ягон чиз хуш нест айсон. аслан ту ягравӣ накун. ман гапамро гуфтам. ҳеҷ осон намешавад, фуад. чӣ осон намешавад? нафаҳмидам. туро пушаймон мекунам. падарам дахолат кунад, ҳама чизатро мегирам. хона, замин, мошин, ҳама чизро. боз чӣ? фуад, ман ҷиддӣ мегӯям. ман ҳам. ҳуҷҷатҳои замин дар хазина аст ва пардохти қарзҳои бонкиро давом медиҳам. бе ин ҳам пули дар хазина буда аз они туст. тамоми хароҷоти назлӣ бар дӯши ман аст. боз чӣ? агар хоҳӣ ва бароят хуш бошад, либосҳоямро низ нагирифта меравам. Yürek acıtır, canlar olmayınca dayanır mı söyle, o kadar basit kolay mı? Yaşadığımı anlamazsın oysa, uzağında kalır mı bu can, buna dayanır mı? Bakma sen onlara, herkes söyler bildiğini, yol alır yalan yanlış günahlar. Bu geçen yıllarım ardına bile bakmadan, her şey güzel olsun diye harap oldu. Acıtır, canlar olmayınca dayanır mı söyle, o kadar basit kolay mı? Bakma sen onlara, herkes söyler bildiğini, yol alır yalan yanlış günahlar. Geçen yıllarım ardına bile bakmadan, her şey güzel olsun diye harap oldu. سیرای حالو هم نآمده است. گویا که در کار باشد مادر. به همش پدرت گناهکار ارکه کرده با بالای سرمون بار کرد. همین خیل است. گوش کن دخترم. سیرای حالو هم با همون علیوا میخورد. آی این از کجا برآمد مادر؟ علی با سیرای یگون علاقه ندارد. گوش کن. امروز اون جوان پیش رو هم را گرفته، شاید خبر داشته باشید. من جدی هم گفت. مادر جان شما خودی سر و پور را خطا فهمیده اید. شاید علی فکر کرد که من همه چیز رو به شما نقل کرده باشم. چرا باید نقل میکردی؟
مادر من آن روز سرترش خونه رفته بودم. هنگامی آمدن از پیش دکانی آنها گذشته با پدرش واخوردم که با من چندان معامله خوش کردم، دستانش رو بوسه کنان. بعدا علی گفت که بیا بشینیم چای نوشیم و کمی صحبت کنیم. ایستا دخترم، کمی به خود آیم. تو راست میگویی؟ مادر البته راست میگویم. باز یک چیز را گویم، علی از اول مرا خوش میدید، بعدا سیره پخته به بین در آمده اکم را با او جنگ داروند و همه مشکل به سری من اومد و با سبب سیره من به او چیزی گفته نمیتوانم. میخواستم رفته بگویم که من هم تو را خوش میبینم و حسیاتمان دو طرفه. مادر میخواهم که به او پیامکی بفرستم اما شرم میکنم. گوش کن دخترم، اینها در ایکتلی و پندیک دکان داشتن. آیا این راست است؟ شاید درست باشد مادر. کی آمده باشد؟ های نمیدونم. رفته بین. رفت میلش رفته میبینم. اکای چینگیز خوش آمده. پدرم در خانه نیست. برای دیدنی سلیم بای آمدم. حجتگزاری زمین به آخر رسید. انتقال پول هم تصدیق شد. امضاها هم گذاشته شد. دیگر یگان کار نماند. این خیل باشد به همه من مبارک شود. مبارک شود. مبارک شود. مبارک شود. حالا ما در مهمان خانه بادروممون مهمان به شمار میرویم اکرم جان. به فکرم همین طور است. این خیلی فکر نکنید خانم انجی، ما این مهمان خانه را هم به خاطر مارکه شنال گرفتیم و شما هیچگاه مهمان به شما رو نمیرده. تشکر زیاد. چه خیلی که میدونید ما پرواز داریم، به ما اجازت دهید. خوب، من شما را دو فرودگاه گسیل میکنم. جناب عزت، روزی خوش. تشکر. جناب بخور، تا امروز نسبی شنل از صفت باری هم شکایت نشونیده است و بعدا هم چون این کار نخواهد شد. این را فراموش نکرده به کارهایتان دام دید. ما را شاد میگرداند. از این ذره شبه نکنید جناب اکرم. مبارک شود. مبارک شود. مبارک شود. جناب محسن، اکرم بای، تا باز دید. روزی خوش. شما روید، من از پستان میروم. من شما را شاد گرداندم. اکنون نوبتی شما. تو فکر این را نکن جناب محسن. پگاه به تماس بر اومده وا میخوریم. سلو، یک به این طرف نگاه کن. اکنون از این طرف. مرا گوش کن معیوب، کاری خدا رو دانسته نمیشود. اگر روز صحت شده به گپ درآیی و مرا خبر کشی، جزایت را میدیم. فهمیدی؟ به مادرت سلام گوی. اکه چینگیز بس است، کودک ناراحت شد. کودک از این رسم ناراحت شد. اکه چینگیز چای را گیرید. با اونجا گذار. سلیم، باز تکرار کنیم. اگر یک مرتبه چشمت را پوشی بله، دو مرتبه پوشی معنی نه را دارد. فهمیدی؟ طرفداری شاهین سیاه هستی؟ دادری شیرینی من، پدر دیدید؟ او جگری من است. اگر از چخسلواکیه هستی گفته پرسیم چند مرتبه چشمک میزده باشد. چنگیز، خوله میرالش صورت سلیم را گرفته بیا گفته که سخت یاد کرده است. برنامه اخبار را تماشا میکنم، یک طرفی است. ها آیا این خبر است که رمزی؟ یک خبر رو تکرار به تکرار پخش میکنن. خبر اصلی رو من میگویم. الوانی به عقل چیکار کرده است میدونید؟ پول ماشین را دزدانده باز پیدا کرده است. اکای چینگیز، حقیقت حادثه چیست؟ نقل کنید تا که ما هم خبردار شویم. دخترم اینها پلیس ترک هستند. قربانشان شوم. آفرین با آنها. اگه میبینید که با پول الوان بر این زنها نی صاحب میشوند. این موضوع را نکشو چینگیز. چیزی که باشد خودش میدونه. من جیانهایم را در زیر حمایه خود گرفته او را دور کردم.
اوه ینگه سوزن ینگه در این رسم سلیم به مانند تو است. سفسطه نخون چینگیز، کودک به من چی مانندی دارد؟ خدایا توبه، از برای خدا یک مرتبه نگاه کن که به مانند توست، گویا که تو تولد کرده باشی. انا نگاه کن. اگر مانند نیست گویی با که رمزی نشون دهم. باز یگان حادثه می شود گفتم می ترسم. من هیچگاه ندیدم که تو ترسیده باشی الوان کو. خدایا با من کمک کن. янга элва гурсум ман барои бурдани салим омадам. янга ҷон падарам дар хона аст, барои ҳамин салим нест. باز آمد. نه این زن مرا قاتل میکند. رمزی دهانت را خوب پوشا که رمزی. ایستا ба номи худо аз ин ҷо равед. یک طرف دخترم. تو چگونه بیناموس هستی ها؟ از خانه من دفع شو میگویم، دفع شو. جناب رمزی، خانم الوان حق دارد که فرزندش را بگیرد. خب مشکلی نیست، میرویم، اما پس از 15 دقیقه برای گرفتن سلیم با پلیس میآییم. تو در خانه خودم مرا تهدید میکنی ها؟ اگر آتش هم باشی خاموشت میکنم. از خانم دفع شو. من شما را آگاه کردم. فرزندی مرا با زوری نمیتوانیم گرفتن. اکی رمزی، این خودش را پاره پاره میکند. حادثه در بازار شده را فراموش کرده است. کارد یا بلغه باشد پنهان شده. من تو سلیم را نگیرم، با یگان جا نمیرم. خدایا اینها شوهرم را قاتل میکنن. خانه درآید، خانه درآید. پدر آرام شوید. بعد از خودتان گله کنید. ما حالا برمیگردیم. اگر هنر داشته باشید اومده گیره. حالا میبینه. نوشی جان. ака бовар накардам, аммо аз якчанд кас пурсидам. аниқ ака, номи духтар сераяндач. باز نام‌ها یک خیل نباشند. نام پدرش طاهر اندج است. айнан ҳамин хел. ҳатто аз қароргоҳи полис аз як рафиқам пурсидам. шиносномааш дар дастам. номи падараш طاهر андач, номи модараш элван андач. حالا در همان جاست. не имрӯз истироҳат дорад, вале мо боз меоем. خواستم که از شما پرسم حالا چیکار کنیم؟ تو از آنجا دور شو تا که دقت آدمان را جلب نکنی. نمیفهمم برای چی تو این را به من نگفتی؟ چیزی مهم نیست. در بازار مرا دیده عصبی شد، با کارت حمله کرد، اما رفت مانع شد. چه خیلی مهم نیست، او روی راست را کار زدنی بوده است. بین من در اینجایم، صحت و سلامت هستم. فواد، مقصد یگانه من گرفتن سلیم است و حالا یگان چیز برایم مهم نیست. پسرم رو میخواهم، سلیم رو میخواهم. برای اویلا در تشویشی، اما وعده میدیم که دیر نمیکنیم. گوش کن، من برای نرنجانیدن رد نکردم. اگر دیر کنیم نه، خواطر نشو، دیر نمیشود. دیر نمیکنیم. بین وعده دادم، فهمیدی؟ با تناول خوراک نمیرویم. لازم نیست. آیا ما رو مسخره میکنی؟ این خیل میکنیم، میرویم اما عموما بر نمیگردیم. مرا را بودن میخواهی؟ نمیخواهی که با من روی؟ فهمو، اقلا با کجا میرویم آن رو بگو. با توصیه رفیقم به طرف خانه ماهی میرویم. اگر پسند نهاید برآمده میرویم. اوه عطیف، اوه ما برای تو چی فداکاری ها کنیم، اما تو باشی با پیش خدمت ها سیر و گشت کن. آیا ذوق پسری من همین است؟ لعنت به تنیر. گفت که دختر رو تفتیش میکنم، اما تا حال یگان خبر نیست. چی از امتحان گذاشته نتوانست؟ اکرم کمی جدی شو، التماس.
تشکر. وضعیت آنگونه این نیست که فکر میکنید. تو وایمه میکنی، اینجا را گوش میکنی یا اینکه زیر تاثیر او مانده ای نمیدانم. آخر اینها جوانند، 2-3 مرتبه یک جا شده بعد جدا میشوند. جوانی این کودک مرا خسته کرد. پیر شود تا که خلاص شویم. من نقل کنم بعد شما قرارتون رو برارید. دوست داشته عطیف سرای است، در کارگاه جیم کار میکند. خیر همش همین، یگون مشکلی نیست. چرا یگون مشکلی نیست؟ دیوانه میشوم. جانم اول گوش کن، چی شده است بفهمیم. التماس. مایلش گوش میکنم. من آرامم. دختری الوان اندج است. تو چی ها میگویی؟ سرای اندج، همان آیله‌ای که ما صدمه کردیم. بله. نه این هیچ ممکن نیست. عقلم نمیگیرد. آنا عطیف پدر، مادر، این چی تصادفی است؟ ما هم اینجا آمدیم که بسیار خوب شد که واخوردیم. ما مجلس داشتیم و کمی پیش به آخر رسید. این طور باشد بسیار خوب است. شما رو شناس میکنم. دوست دخترم سرای. بخشش. خرسند شدم دخترم. پدر من اکرم. من هم. مادرم اینجی. سلام. مدیری محافظین تانیر. من شما را تنها میگذارم. مالش لا بچه راست نیستید. مرحمت شنید. مرحمت گذر. بیا گذر. بخور شیر بچم. کنی اگر امک زنده باشد تو را کسی برده نمیتواند. بخور کنی کم ترکک. کنی امی رو خور بس. بخور پسرم بخور. آمدم. پدر، پلیس ها آمدند.
рамзи аз барои худо мон ки кӯдакашро гирифта даф шавад. янга ин ҷон аст ҷон ба куҷо равад? падар илтимос боз ягон ҳодисаи нохуш нашавад. он қадар осон нест. рамзи ҷон. акай чингиз, акай рамзӣ ки ман мешиносамаш ҳеҷ гоҳ намедиҳад. марҳамат. зани мандажро дар инҷо ба зури нигоҳ дошта ба модараш надоде. ҷаноби полис, куҷои ин модар аст? куҷои ин модар аст? ҷаноби полис тӯҳмат мекунад кӯдакро духтари худаш овардааст. инҳо кӯрнамаканд, кӯрнамак. дар бошад гапро дароз накарда кӯдакро диҳед. ҷаҳанам аз додарам ба ман ёдгорӣ мондааст. мемирам аммо намедиҳам. то писарамро нагирам аз ин ҷо намеравам. шумо то ҳол зӯроварӣ мекунед. бас аст кифоя. акай рамзиро асабӣ накунед бародар. агар ӯ модараш бошад ин шахс амакаш аст. мушкилӣ эҷод накарда кӯдакро биёред зуд. рамзи касе дахолат накунад. ҷаҳанамро касе аз ин ҷо бурда наметавонад. аз шумо калонтар ҳам биёяд бурда наметавонад. мемирам аммо намедиҳам. кӯдаки дигаронро гирифта. инҷо биё. мушкил накунед. кӯдакро биёред. мо ҳам инҷо бори аввал омадем. мо ҳам якчанд маротиба омадем ва ба мо бисёр маъқул шуд. ҳамин тавр нест? албатта тасодуфан шинос шудан бисёр хуб аст. кошки дӯст духтаратро барвақттар ба мо шинос мекарди атиф. аз кай вомехӯред? мо тақрибан 1 моҳ мешавад ки ҳамроҳ ҳастем, яъне аз вохӯри авваламон 1 моҳ гузашт. хайр, дар куҷо вохӯрдед? масалан тариқи рафиқон? ҳамин хел? не, дар шабнишинӣ, яъне шабнишиние ки раиси мо ташкил карда буд. ман кор мекардам, пешхизмат будам. ман ба назди сераи баромада табақи дар даст доштаашро чапа карда будам. ин ба кори пешинаҳо монанд буд, аммо фоида кард. хуш омадед. хуш бошед. марҳамат. мо ба таомҳо нигоҳ намекунем. шумо ки якчанд маротиба омадаед ба мо тавсия диҳед. ман гӯшти рисотаро тавсия мекунам. бисёр хуб. ту ҳам мехӯрӣ? ба мо 2 то рисото биёред. хуб шудааст. саломат бошед. ман бо иҷозати шумо мехезаму зуд меоям. ман туро ҳамроҳӣ мекунам. бо иҷозати шумо. биё азизам, гузар. ором шав. кошки во намехӯрдем. ба фикрам маро маъқул накардам. пешхизмат буданам. ҳаётам, ором бош. ин дахл надорад. биё ба ман наздик бишин. бе ин ҳам падарам ҳама чизро медонистанд. ту нақл карда будӣ? ҳангоми суҳбат кардан нақл кардам. бисёр хуб шуд ва вохӯрданам он низ хуб шуд. илтимос, аҳволам хуб нест. ягон баҳона кун атиф, то ки равем зудтар. ту хавотир нашав майлаш. ту фақат ором бош, худатро азоб надеҳ. тавбатро хуш дор. хоҳиш мекунам, майлаш. ана ҳамин хел дар лабонат ханда бошад. ин духтар ба писарамон дом гузоштааст ва ба назди мо омада ба чашмонамон нигоҳ карда қувва озмоӣ мекунад. ба фикрам ин тавр нест. бинед, ҷуфти муносиб ҳастанд. нашунидед ки аввал атиф духтарро маъқул кардааст. беҳтараш биёед аз паси кор шавем. агар ба ман бошад танер, ту ба ягон чиз аҳамият надеҳ. барои он ки агар ту сари вақт аҳамият медодӣ, ҳамаш хуб мешуд. не, ман тоқат карда наметавонам. ҳоло рафта ин духтарро гулугир мекунам, бо дастони худам гулугираш мекунам. инҷи ором шав. атифро нороҳат накарда зудтар бояд ба назди онҳо равем. ин духтар оиду оилааш ба атиф ягон чиз гуфтааст? дуруст аст, вагарна атиф зуд ба тамос мебаромад. оё шумо намедонед ки
اینها نقشه کشیدند و حالا وقتی گفته نشده است. اول پسرم رو به خود عاشق میکند، بعد یگان کار میکند و حیات پسرم رو محو میکند. آیا نمیبینی؟ بیدار شوید. اول باید بفهمیم که اینجا چی گپ است. باید بدانیم اگر تو آرام نشوی عطیف حمایه‌مان را امکان ناپذیر خواهد کرد. فهمیدی؟ تمام آرام میشوم. مادرت رو یاد کردی؟ من تو رو سخت یاد کردم. پسری خوشبویه که مادر، این زنی قاتل در اینجاست و شوهر من رو گرفته میبرد. با پلیس زیدیت نشان نده هنگا. خدا تو رو لعنت کنه دلبند. کودکت رو گرفته 10 شب دیگر به چشممون ننما. بیایید میرویم. در محل دزد ببینی ها شرمنده شدی. گلسوم بس است. مادر تو هم با ما داد زن. گلسوم جزدانم رو بیار، من با پدرت میروم. نیستید، من خودم با پدرم میروم. شما درون دروید، بعدی 2 دقیقه میآیم. رفت تو رو، من خانوادت رو نگاه بین میکنم. آنها خودشان رو نگاه بین میکنند. اگه چنگیز تو به خونت رو زود باش. شما درون دروید، زود باشید. دروید. خیر چه معقول شد؟ بسیار بولازد، بسیار. جانم چرا نخوردی؟ نه، بسیار بولازد. برای توصیه کردنتون تشکر. نمیارزد. عزیزم تو چرا گپ نمیزنی؟ خاموشی. امروز کارمون بسیار بود، برای همین مونده شدم. اکرم جان بیا اکنون برخیزیم. خیر با تو چه خیلی که معقول باشه. مادر جان ما شما رو ناراحت نکردیم؟ نه پسر جانم، برعکس با این دخترک شناس شده بسیار خرسند شدم. یگان روز به خانه گرفته بیار، آنجا راحت صحبت کنیم. میلش میرویم ها جانم؟ البته در یگان وقتی مساعد می‌آییم. اینطور باشد ما میرویم و شما را تنها میگذاریم. تشکر زیاد پدر جان، سلامت باشید. برعکس من تشکر میگویم که با ما روزی فراموش نشونده را روا دیدید. همینطور نیست؟ رفتیم. ناراحت نشوید ما خودمان میرویم. بیا جانم رفتیم. خوب هستی؟ بله. اما تو نخوردی؟ شاید یگون چیزی دیگر؟ بولازد، بسیار بولازد. همینجاست؟ بله. با تو چقدر تشکر گویم هم کم است. واهمه نکن، آخر من چیکار کردم؟ این طور نگو. اکای رمزی رو در اونجا حبس میکنند. کمی فکری خودت را کن الوان. چرا اینقدر اندیشه میکنی؟ این طور نمیشود. آخر سیره با اونها زندگی میکند. نمیخواهم که با سبب من دخترم رو رنج دهم. تو حالا فکر اینها رو نکن. بیا با سلیم خانه نمش را نشان میدهیم. با فکرم خیلی در هیجانی انجرا جان. تو مونده شدی. اگر خواهی به خانه بیا، من به تو قهوه تیار میکنم. نه، نمیخواهم که ناراحتت کنم. من سلیم را به خانه میدرارم و میرم. خدا هست و راضی باشد. بیا بچه جان. شاهینی امکش. آفرین. یک دقیقه در رو کشویم. بیا. انیق اینجا زنی دیگری هست.
اگر زنی دیگری نمی بود به آسانی از ما دست نمی کشید. مادر سفسطه نگوید، او پدرم است، این خیلی کارها نمی کند. پدرت عموما کاری بد نمی کند. پدری تو چگونه انسان است؟ این رو نمی کند، بای رو نمی کند. آیا مردی مکمل است یا اینکه از کیهان آمده است؟ کمی آروم شوید. نمی شوم. در یک لحظه از ما دست کشیده رفت، از تو، از من. گویا که پدرم گم شده باشد. برای تو گفتنش آسان است، آخر تو تنها نمیمانی. مادامی که از تنها ماندن میترسید، باید در وقتش به پدرم مناسبت خوب میکرده. نازلی، تو هم مرا گناهگار میکنی. تنها من گناهگارم. دختری پدرش. سلامت باش، سلامت باش. بین، این جایگاه توست. با مانند پیشینه آرو دادم. جانم، حالا صحت میشوی. با مانند پیشینه راه میگردی، با تو بازی میکنی و با کوچه میبروی. وعده میدیم که از عهده همش میبرویم. همه خیلی نه؟ تو برو نشان میدی. سلیم، دیدی که به حرکت شروع کرده. با تو صحت میشوی گفتم، دیدی؟ خدایا شکرانت میکنم. آفرین با پسرکم. مادر جانم، برای کرده والدینم عذر میخواهم. عصبی بودند، بله درست است، اما با فکر من این با تو علاقمندی ندارد. آیدی کارشان غمگین بودند. در حقیقت مهم نیست. شاید برای دیگر چیز غمگین شده باشند یا اینکه ناگهان من به نزدشون اومدم. لیکن در حقیقت مهم نیست، حق هستن. تو چقدر شاهانه هستی ها؟ اکنون من رفتم. شبی خوش. شبی خوش. تا به آن کنج رفتن تو را تعقیب میکنم. اگر از قفایم یگان آدمانی بد آیند مرا محافظت کن. با ممنونیت. تا بازدید. تا بازدید. مادر جان، اکنون کمی آرام شوید. نشوندید مگر اکام چی گفتند؟ اگر پدرم معامله نرم کند زود او را جواب میدهم. سر کمی کفت. خدا جان. ینگر چی شد؟ چی شد؟ تخمین کن اکنون چی شد سرای جان؟ به همش تو گناهکاری، به همش شما گناهکاری. مادرت آمده سلیم را گرفت، رمزی را برده حبس کردند. ینگر چی ها میگوید؟ سلیم را ندادیده؟ گوید که حاضر در حجره‌اش است. تا حال سلیم میگوید، تا حال سلیم میگوید.
салимро гирифта наои. ҳар дуи шуморо меронам. ба дилам заданд бехосиятҳо. من چه گناه دارم؟ آیا میدانید که اگر من نمی بودم وای کودک ها با چه احوال گرفتار می شدن؟ گناهی من چیست؟ بدین هایم پدری کردن؟ باید به کوشه می پرتافتم، از آنها روی می گرداندم. مرا برارید. دمت را گیر. هم کودکی را به زوری در خانت نگاه می‌داری، هم به پلیس در وقت اجرای وظیفه ضدیت نشان میدی. چه خیلی با زوری برادر؟ او جیانم است، جیانم. وای کودک بیمار است، دانسته و ندانسته گپ نزنید. آوازت را نبرار، آرام باش. اپا التماس خونه این در کجاست؟ کودک را گرفته برده است. التماس گوید که دیوانه می شوم. مایلش جنگ نمی کنم، تنها دادرم را می بینم. یگان روز اپات هم به نزد ما بر می گردد و هم را متحد شده تمام دشواری را پس سر می کنیم. کمی پس خوراکت را نیز خودت می خوری. اکنون برای به حرکت در آوردن دستت کوشش کن. کمی مشق می کنیم. کنی بینم من می شمارم. 1 2 3 توانستی. آفرین به تو پسرم. بسیار خوب شد. میدونم که دفعه آینده این قاشق رو تو خودت میبرداری. همینطور نیست؟ توبه توبه این کی باشد؟ دخترم شما با کدام حق به خانه امان آمده سلیم رو میبرید ها؟ دخترم تو چی گفتنت رو میدونی؟ با من دخترم نگوید. همه چیز رو محو میکنه. ایستاده نمیتوانید. به حیاتمون در آمده همه چیز رو محو کردید. از ما چی میخواهید؟ چی میخواهید؟ ما با شما چی کار کرده؟ سرای دخترم دیدی که تو دادرت رو میخوای ببینی. مگر من نمیخوام؟ مگر به این حق ندارم؟ نداره. حق و حقوق نداره. التماس مرا گوش کن، آرام شو. باز کارتو رو کرده. امکم رو به شعبه پلیس بردم. آخر هنگامی نبودن شما او ما رو نگاه بین کرد. من چطور به چشمان امکم نگاه میکنم؟ من چطور؟ سرای من به سلیم چطور زندگی میکنم؟ به تو چطور زندگی میکنم؟ دادرم رو گرفتم میبرم. نمیگیری. یک طرفیسته. سرای گرفته نمیتوانم. تو جون در بدنم. کسی پسرم رو از من گرفته نمیتواند. فهمیدی؟ چی؟ تو هم گرفته نمیتوانی. من صبر کردم. گروز نشدم. در کوچه ها خواب کردم. خدا رحمم رو خورده یک سرپناه یافتم. همش همین است. همه چیز با راه خود شد. همش همین قدر است. بله همین قدر است. خواهی قبول کن خواهی نه. اینجا خانه من است و پسرم همراه با من میستد. با مانند خرکار کرده و را نگاه بین میکنم. او را صحت میکنم. با پا میخیزونم و او تو بازی میکند. اگر می آیم گوی در بالا حجره تیار است. اما بدون که تو هم ما رو جدا کرده نمیتوانی. اکنون اگر دادرت رو دیدن خواهی درو.
خودت میدونی. دیوانه میشوم. اینجی با من کردار نشو. با من کردار نشو. اینجی این رو بیمان. چیکار میکنی؟ به خود بیا و آرام شو. آرام شدن نمیتوانم. با فکرم تو هم نباید آرام و بی‌پروا باشی. اینجا سخن آیدی پسری هر دویمان میروم. من میخواهم دوراندیش باشم، فهمیدی؟ گپش را بینید. آن دختر اپای کودکی که پسرمان هنگامی صدمه او را معیوب کرد. من اگر میدونستم برای مانع شدن با واخوری پسرم و آن پیش خدمت همه کارا میکردم. میفهمی؟ ما را خسته کردی. تمام. من همه چیز را تشکیل کرده بودم. من دیگر اویله رو نشان داده، کودک دیگر رو شناس کردم. فکر کرد که از صدمه آثاری نمانده است. من پسرم رو معالجه کردم، صحت کردم. اگر اویده صدمه خبردار شود و حقیقت عیان شود، من عطیف رو تا آخر از دست میدهم. اگر من با سبب این دختر پسرم رو از دست دهم، زندگی کردن نمیتوانم. با چون این چیز هیچگاه تاب آوردن نمیتوانم. اینجی آرام. لطیف پسرم. عطیف پسرم، بیا صحبت کنیم. التماس. چی صحبت میکنیم؟ در چی باره صحبت کنیم که من همه‌اش رو شنیدم مادر. بهوده گپ نزنید. کسی را از دست نداده است. باید به شما فهمونم که من سیرای را دوست میدارم و او نصف دیگری من است. من خوشبختم. پسرتون خوشبخت است. شما هم خوشبخت شوید. برای خاطر من خوشبخت شوید. اگر نتوانید، یعنی اگر خوشبخت شده نتوانید، به حیات ما دخالت نکنید. احترام کنید. مناسبت ما رو احترام کنید. فهمیدید؟ چیزی بسیار رو نمیخواهم که اینجی کنی گذاره. اینجا بشین. اگر فهمد چیکار میکنی؟ آرام شو. باور کن که چاره دارد. چاره اینش رو نیز پیدا میکنیم. من حل میکنم، خواطر نشو. من عطیف رو از این گرداب خلاص خواهم کرد. به من باور کن. الو عطیف. جانم. سلام. تو خوب هستی؟ چرا آوازت این خیل است؟ سیرای تو گریه میکنی؟ سیرای در کجایی؟ پسرم با کجا میروی؟ عطیف.
падарам нестанд. Падарамро ҷавоб надоданд. не саҳар шояд ҷавоб диҳанд. агар янгаи элван шикоят накунанд, худо гӯем ки аз ҳодисаи корткашӣ ба ғазаб наомада бошад. барои ин бехосиятҳо падаратон ҳам ҳабс шавад, онҳо ба мақсадашон мерасанд. дигар тоқат надорам. сарам мисли банка шуд. ба ҳуҷраам меравам. сераи куҷост? то ҳол наомадааст? ба зери замин дарояд. каме пеш аз макони дилхушӣ омад. ҳамин ки модарат омад гуфтам, забонакаш дароз шуд. ба худо ки модарам рост мегӯяд. айнан ҳамин хел аст ака. вақте ки ман асабӣ шудам, як шаб поти задам, аз хона баромада гум шуд. аз кӯча омада роҷоаш кӯча аст. шумо сераиро задед? охир чаро гузоштед ки ӯ равад? нисфи шаб ба куҷо рафт? бояд пойҳояшро бусида дар боло ҷой мекардем. то ин вақт хато кардем ки падару модарӣ кардем. агар мерондем қадрамонро мефаҳмид. дидеда модар серай будааст. бо духтари амакам муноқиша кардем. яъне ду духтар дар як хона будан душвор аст. дигар ягон чиз нашуд серай? ҳамаш амин? не, воқеан чизе нашуд. вақте ту занг задӣ ба хонаи буса рафтанӣ будам. бахшиш акам. гап зан лутфан, гап зан. алё серай. акай рифат? дар куҷоӣ? дар наздат ки аст? касе нест ака. ба хонаи буса омадам. серай, медонам ки дар хона чӣ шуд. аҳамият надиҳ. модарамро медонӣ. омада туро барам? не лозим нест. ман имшаб инҷо меистам. амакам чӣ ҳол доранд? хубанд. ман ҳоло аз наздашон омадам. ту хавотир нашав. ман аллакай ба роҳ баромадам. агар хоҳӣ омада туро барам. не, ман дар ҳақиқат имшаб дар инҷо меистам. ҳам янгаам ором мешаванд. хуб, майлаш, худат медонӣ. шаби хуш. шаби хуш. бисёр узр мехоҳам ки дар барам буданатро гуфта натавонистам. муҳим нест, ман туро мефаҳмам. серай, ҳамаш мегузарад. бовар кун ки ҳамаш мегузарад. чӣ хел мегузарад? сабабгори ин ҳама ту ҳастӣ. чӣ? албатта сабабгораш ту ҳастӣ. ба ту оиди рабуданам нагуфтам? биё рафтем, танҳо ҳарду бошем. инчунин касе ба мо дахолат накунад ва ҳамроҳ бошему ҳеҷ гоҳ барнагардем. на волидайни ту ва на волидайни ман. яъне касе моро наранҷонад. ҳоло бин, оиди чизи сафсата суҳбат дорем. бо волидайнат муноқиша кардӣ? бовар кун, умуман муҳим нест. барои суҳбат кардан ҳам намеарзад. умуман барои суҳбат кардан ҳам намеарзад. атиф, ман намехоҳам ки байни ту ва оилаат дахолат кунам. ту ҳоло дар бари ман ҳастӣ ва ягон чиз бароям муҳим нест. гуфтанаш осон аст. ҷонам, ту гурусна ҳастӣ? мегӯям гуруснае. ман гуруснаам. мерафтем ягон чиз мехӯрдем. рафтем ягон чиз мехӯрем. биё. буса, серайро ҷиғ мезанӣ? серай? вай, ӯ хуб аст. бедор кунам? агар хоҳӣ, бедор мекунам. не, лозим нест. бубахш, нороҳат кардам. шаби хуш. шаби хуш. агар бедор шавад, мегӯям занг занад. ба ту ҳайронам серай, ба ту ҳайронам серай.
خبر نمیدهی که شاید اکم به نزد تو رود؟ مادر، به فکر شما پدرم کی میبرویند؟ یعنی میبرویند مادر؟ توبه بگوی جانم، البته میبراید. مادر جان، من گفتنیم که پس از برآمدن پدرم قرآن خوانونیم تا که همه بی‌خاصیت ها از خانمان دور شوند. با مانند تو گویا که تو تولد کرده باشی. اگر مانند نیست گویی با عقل رمزی نشون دهم. مادر، باز جریان هایتون خاموش شدن. جواب دید. آخر من خودم به خودم گپ میزنم. فهمو میخوانونیم. فهمو. به فکرم اکم آمدند. امیدوارم که آن بدبخت ها را نآورده است. اکا، خوش آمدید. شاهزاده درما رو پیدا کرده توانسته؟ در کجا بوده است؟ چی؟ پدرت رو برده حبس کردند و تو باشی گناهکاران رو جستجو کنه پسرم؟ مادر اهمیت ندید که به چیزی عصبی شده است. آیا من به او مثل مادرش نبودم؟ همچون مادر او را زده نمیتوانم. دیدی که فرصت را غنیمت دانسته در کوچه وقت میگذراند. مادر بس است. با او چی شد؟ مادر چرا دیوانه شده است؟ با او چی شد؟ جن زند. بس است. مادر، سیرای در کجایی؟ اپا ادوکات را یافته چنان هوا بلند شده است که زود اکه رمزی را به حبس گرفتار کرد. بسیار خوب کرده است. او باید که بودنش را داند. در بین بازار قریب بود که اپم رو میکشت. خیریت رفت در وقتش آمد. اپای بیچاره هم لرزان شد. آخر سیره یک مدت سلیم را برد، اما او دخترش است. اپم خانه را اجاره گرفت. ترتیب و انتظام خود را برپا کرد. البته فرزندش را میگیرد. آخر جای فرزند در نزد مادرش است. ترتیب و انتظام خود را برپا کرد. عجب چطور برپا کرده باشد؟ تو دائما فکری بد داری. آخر با پول ماشین دزدها پیدا شدن کو. میرال به خدا که اپات انسانی باوری ناک نیست. تو چه ها میگویی چنگیز؟ تماما دیوانه شده ای. آه مادر. ها مادر، خوبی بد دیدم. البته میبینی دخترم، چیزی که بینی میخوری. خوبی بد هم میبینی و سیاهی هم. بیو تو خوبت بردنش همراه خوب میکنی. رفتی الوانی نابکار. دوست پیدا شد گفته تو چی نیرنگ ها میکنی؟ تشکر، خسته نباشید. اشتیایتون باز بیایید. دو قاب؟ زیبایک این روی دویما خندان باشد، ولی تو برای چی خنده میکنی؟ هیچ. آخر هم ماهی و هم کوکورچ میخوری. خنده آور است. کوکورچ پخته ترگوت بسیار خوب است. باز بگو که با کجایی که برده باشم پیسند نکرده رفتی؟ نگفتی کوکورچ خیلی است؟ با لذت. برای همین لذت خوراک‌های بیرونه رو از من بپرس. مرا حیران میکنی. باز بین
муноқиша кардани ту ба мо фоида кард. ҳамроҳ ҳастем ва бо ҳам суҳбат мекунем, вақт мегузаронем. агар хоҳӣ бо хишу таборат доимо муноқиша кун. ба ман бисёр маъқул шуд ин корат. ба худо ки ман ба ака рифат дар хонаи буса меистам гуфтам. умедворам ки ягон чизро дарк накардааст. дарк нокарда читор фаҳмад? агар фаҳмаду ба амакам нақл кунад. серай кокореч хунук нашуда бихӯр. акнун ханда кун. میدانم که تو را نیز رنجانیدم، ولی اگر با مادرت همراه ایستم وضعیت بدتر می شود. من میدانستم، اما مادرم سخت پریشان خاطرند. فکر میکنند که شما معشوقه ای دارید. چی؟ نخواهم این خیل باشد. نمی شود. من میدانم شما این خیل کار نمی کنید. خدا را شکر که تو هستی. خدا را شکر. صبح بخیر. صبح بخیر. ساعت چند شد؟ خاطر نشو، تو رو تا جای کارات میبرم. خوابی با راحت داشتی و نخواستم که بیدارت کنم. گفتنش آسان است. میدانی که من باری اول است که در کوچه موندم. در کوچه موندم گفتنت این است، یعنی باری اول است در کوچه؟ بله، خنده آور است. توبه وقتی مسخره را یافتی. غمگین نشو، من تو رو میبرم. بین چه خیلی زیبا است. کاش که 2 دقیقه دیگر می نشستیم. الو اکا، وای من با بوسا در ماشین سوار شده با کار می رویم. اماکم چه حال دارن؟ در قرارگاه پلیس تا حال نبر آمدند. مایلش سیرای، من باز زنگ میزنم. با فکرم اماکت رو سخت دوست می‌داری. بعد از دست دادن پدر و مادرم او ما رو نگاه و بین میکند. اکنون رفتیم. نهاری کنیم. باید با کار روم. خوب مایلش. مرحمت خانم. مرحمت. تشکر. وای جوان زیبا، احوالت خوب شده است. خوب. تشکر جناب دکتر، همه‌اش به واسطه شماست. بیهوده غمگین نشوید. آید سلامتی سلیم پیشروی بسیار است. اگر همین طور دوام یابد با شرافت شما در سلامتیش تغییرات زیاد به وجود می آید. سلامتی پیشینش رو به دست می آورد. بگوید تو که خودش هم شنود. با مادر گفتنش چند روز شد، اما انگشتانش رو امروز به حرکت آورد. امیدوارم که همش خوب می شود، اما باید صبر کرد. از این پیش با فرزندتان چه خیلی مناسبت کرده باشید، حالا هم همه خیلی مناسبت کردن گیرید. فهمو. تشکر. یک تویم امروز بسیار خوب بودی.
حالا باشد میدونی چی کار میکنیم؟ به خانه رفته دراز کشیده از آینه نیلگون بازی فوتبال رو تماشا میکنیم. من باشد کلچه قند تیار میکنم. لبای فواد. سلام البن، وقت داری؟ بله بله، من حالا سلیم رو از معالجه فیزیکی بردنی بودم. میدونی که دیروز انگشتانش رو به حرکت در آورد. در حقیقت این خبری خوش است. تبریک. بله، دکتر هم گپ‌های خوب گفت. بخشیش، تو برای چی زنگ زدی؟ از شعبه پلیس زنگ زدن، میخواهند که بیانات تو را بگیرند که شکایت داری یا نه. باید همراه آنجا روی. فهمو، ساعت چند باید حاضر شوم؟ مایلش تو بازدید یک تایم به خانه همون میرویم. مایلش پسرم، مایلش بیا صحبت میکنیم. چی میگوید؟ آمده است، در بیرون بوده است. اینجی از تو خواهش میکنم که حادثه های دیروزه را فراموش کن. فکر کن که هیچ گپ نشده است. ما باید کاری کنیم که او شبهه نکند. اکرم، ما پسرمون رو از حاضر از دست داده ایم. اگر اویدی صدمه خبردار شود ما اینجی آرام شو. آمد. پدر گوش میکنم لبای. آیدی مهمانخانه ای که دیروز به شرکت لندن فروختیم در یک چند ماده شرطنامه معما پیدا شده است. ادوکات رفته حل کند؟ نه این کاری ادوکات نیست. اصلا من باید روم یا اینکه تو، اما من بیگو مجلسی مهم دارم و نمیدانم که چه خیلی به تأخیر گذارم. پدر جان من میروم، من رفته حل میکنم، شما خواطر نشوید. یعنی بهترش همین است. میدونی که اکرم در چنین وضعیت سخت عصبی میشود. چیکار میکنی؟ تیار میشی؟ سحر باید در آنجا باشی پسرم. من حالا همام در آمده به خود بیایم تا این وقت کارگرها چیپته بگیرند و بعدا در شرکت وا میخوریم. مالش من به کارگرها سفارش میدم. ای دختر، تو حیاتی مرا نجات دادی. اگر با که ریفت در خونه تو نبودنم رو میگفتی من محو میشدم. تشکری زیاد، تشکر. فهمو ای دختر سرده که گلوگیر میشوم آخی. تو همه این رو به یک سو گذاشته اویدی عطیف نقل کن، مفصل نقل کن. برایم خیلی عجیب است. چی کار کرده؟ چی خیلی گذشت؟ با پدر و مادر عطیف خوردن. خیر؟ بعد با مانند یخ بودن. هر دو سیمویشون رو ترش کردند، اساسا مادرش. خوشتومنی ظالم یعنی؟ نه، عطیف با من دخل نداشتنش را گفت، اما ندانم من خیره شدن تبم رو حس نکنانیدم. عطیف خود غمگین بود. چی شد؟ چی گفتن؟ چی کار کردن آخی؟ چیزی نگفتند، اما فکر میکنم که از من ناراحت شدند. سفسطه نگو، برای چی از تو ناراحت میشدن؟ شاید برای در محله دور زندگی کرده پیش خدمت بودنم باشد. اوه، شما علکای گفتید؟ سرای باز دیدار رو که برایت بار آمده است. زنگ زده بودند دوگانه. کرسی چرخداری سلیم رو میاریم گفتند.
پسرم بوی مشک میکند. آفرین به پسرم. زخمهای پسرم سیاه شدند. کمی دیگر موند. حالا با پا میخیزی. اکنون سیاه میشوی ها؟ خدایا کی باشد؟ حاضر می آیم. سرای وای برای روزی تولد سلیم سپارش داده بودم. امروز آوردم و طاقت کردن نتوانستم. فکر کردم که بینت خرسند می شود. بسیار خوب است. خرسند می شود. دیدنی باشی بیا درو. حمام میکنم من. درو پشتو که خنک نخورد. جونی مادر. یک تایم شاید اپات کار داشته باشد بهتر می آید. با تو یک چیز آورده است که بینی بسیار خرسند می شوی. اما پس از حمام نشان می دهم. بگو جانم. کار داشت باز می آید. اکنون سرت را نیز می شویم. به من یاردم میدهی؟ سلیم؟ جانم مویهایش را بشویم. به من شامپون را دراز کن. تشکر. بیا جانم بیا. بیمون رو. سلیم مویت دراز شده است. پسرم با اپات نیز نشان ده که چطور انگشتانت حرکت میکنند. اپات هم ببیند. سلیم دستت رو برداشتی.
پسری من با زودی برخسته راه میگردد و همهاش خوب میشود. همین طور نیست؟ همه چیز خوب میشود. آفرین سلیم، آفرین. یک تویم صحت میشوی. آفرین، دیدی که صحت میشوی. میمون، آیا تو میمون هستی؟ میمون چه؟ در حقیقت باید دراز شده است. میدانی که تو میمون هستی؟ میمونی من. سلیم، من باید به کار روم. فهمیدی؟ تو رو سخت دوست می‌دارم. یک تویم اپرات رو یاد کردی. بسیار یاد کردی یا؟ من هم بسیار یاد کردم. اوه، پسرکم بوی مشک میکند. باز با فکر فرو رفتی. چی شد؟ یگان چیز نشد. گفتگی بر این سلیم چی کار کرد؟ کرسی رو دیده خرسند شد؟ بسیار. او بسیار زیبایک است. بسیار زیبایک است. تو باید میدیدی. ای دختر، مجنونی تو میآید. بهترش من شما رو تنها گذارم. سلام. خسته نباشید. تشکر. خوش آمدی. خوش باش. تو رو در هوا دستگیر نمودم. بله، من با تو یگان چیز بیارم. ایست. اینجا بیا. یگان چیز نمیخواهم. تنها میخواهم که تو رو ببینم. خب، اما تو بسیار عجیب هستی. یک حالت عاجلی برآمد. برای همین باید به لندن روم. برای کار؟ برای کار. یک چند روز است. در تماس میشوم، صحبت هم میکنیم. امروز میروی؟ پس از یک چند ساعت میروم. جوزدانم را در شرکت آماده میکنم و از آنجا به فرودگاه میروم. نخواستم که تو را نادیده روم. میدونم که تو را بسیار یاد میکنم. در حقیقت؟ نه، عموما در چنین حالت ها از روی عادت همین خیل میگفتند. مسخره نکن. من تو را بسیار یاد میکنم. در حقیقت؟ بیا خیر. بیا جانم. خدا جزایتان را دهد. تا حال معماهایشان به آخر نرسیده است. ساعت چند شد؟ تا حال شوهرم نآمده است. دخترم چی شد؟ پدرت آمد؟ مادر علی همراهی مادرش آمدند. به خونه ما آمدند. دویده رفته در رکشو. میلش. مادر چه خیل می نمایم؟ مویهایم به ترتیب رفته در رکشو. خوب شده است. علی، خاله فریده خوش آمدید. خوشبخت باش دختری زیبایم. آیدی جنابی رمزی شنیدیم و خواستیم که اول پرسی کنیم مادر در خانه است؟ در همین جایم فریده جان خوش آمدی. بیا. دختر مهمانان را به خانه دعوت نمی کنی؟ علی جان خوش آمدی. خوش باشی. گذر. علی، تو نمی درویی؟
نمیخوام شما را ناراحت کنم. نه، در خونه کسی نیست. تنها من و مادرم هستیم. نه، من میروم. باز با میخوریم ها؟ ما میخوریم. انشالله. فریده جان، خوش آمدی، خوش آمدی. چی گویم نمیدانم همسایه. خدا در پناهش نگه دارد. خدا خواهد زود جناب رمزی را جواب میدهند. خدا خواهد، خدا خواهد. بهوده نگفتند که رحم نکن که به رحم محتاج میشوی. هممون رو سرگردان کرد. خانم فریده چای دم کرده بودم. چای می نوشید یا اینکه قهوه پرخفت تیار کرده برای شما بیارم؟ نه دخترم زحمت نکش. هیچ گپ نیست. دخترم کنی با ما قهوه تیار کن. آفرین، بسیار خوب. اله خدا نصیب گرداند که به خواستگارانت قهوه تیار کنی دخترم. خدا خواهد. آمین. خدا خواهد گلسوم. آمین آمین. اگر شخص شناس و باوریناک باشد میدهم. البته شناس باشد بسیار خوب است و یک دیگر فهم بودنی اویله و شرط است. شرط است فریده جان. دیر نکردیم. نه ما را انتظارند. من آسیه را انتظار بودم. باز سلیم را آبازی داراندم. اینچنین نخواستم که او را به بیرون برارم. شیر بچه است. چه حال دارد؟ تبش خوش است؟ خوب است. تبش هم خوب. با اپش بخور. این خوش خبر است. یعنی که با سیرای آشتی شدید؟ نه اینطور نیست. سلیم خنده کرد. کفایه است. خدا چه حال داری؟ کمی غمگین می نمایی؟ نمیدونم. الوان گوش کن. اگر شکایت کنی رمزی را به دادگاه روان میکنند. از تو التماس میکنم که قرارت را خودت برآور. از یکون چیز نترس. من در برات هستم. رفتیم. گیرید پدر جان. آب نوشید. سلامت باش. به این طرف. این زن را از نزد من دور کنه برادر. دور کنه بگویم. مرا دیوانه نکنه بگویم. تو در شعبه پلیس هستی. خاموش شو. آقای رمزی، برای خاطر فرزندان و مناقشه خاتمه بخشیم. التماس. تو حبس نشوی. جنگ من به آخر نمیرسد الوان. به آخر نمیرسد. چی کار میکنی رمزی؟ آرام شو. پدر جان التماس کمی آرام شوید. چی میگی؟ اگر ینگه الوان شکایت کنند شما حبس میشوید. من ادوکات جناب رمزی. آرامگلو. مرحمت. از بالای او شکایت میکنید؟ نه تنها حادثه دیروزه بلکه جناب رمزی خانم الوان را با کار تهدید کرده است. شاهدها داریم. تو با کارت با او تهدید کردی؟ هنگامی در بازار بودند این به نزدم آمد و چشمم رو پرده پوشید. در بین رفت مانع شده دهانم رو نخوران برادر. کاش من این رو میدانستم. خدا گو که احوالت وزنی نشود. تقدیرم در دست این زن ماند. من آید این کار چیزی رو نفهمیدم. خانم الوان از بالای جناب رمزی شکایت میکنید؟ فرزندتان را گرفته است و باز مناقشه شده است که ادوکاتتان نقل کرد در بازار شما را با کار زخمی کردن خواسته است. جناب پلیس، من در حق رمزی اندک شکایت ندارم. الوان خوب فکر کردی؟ جنگ کنیم هم فرق ندارد. هنگامی در محبس بودنم به دخترم صاحب شد، به پسرم صاحب شد، برای آنکه فرزندانم بی پدر و مادر بودند. شاید مرا شخصی بد داند، اما بالای ما حقی بسیار دارد. تو هم حق داری الوان. این خیل نکن. دیگر یگان سخن ندارم و شکایت هم نمی کنم. فهما به اینجا امضا گذارید.
اما من سخنی گفتنی دارم. جزای تو را میدهم. اکنون من با اجازتتون میروم سوزن جان. کمی دیگر می نشستیم فریده جان. دیر شد. باز یکون روز دیگر با کاری خیری می آیم. همین خیلی عجب و با کدام سبب؟ اما برای کاری نیک آمدنی بودیم، اما از بس که جناب رمزی به چنین حالت گرفتار شد در یکون وقتی موافق می آیم. حتما انتظار می شویم، حتما انتظار می شویم فریده جان. نفهمیدم آخر چرا این طور کردی؟ نترس گفتم، من در برات هستم گفتم. این از ترس نیست، در درون هم گفتم. من اکای رمزی رو میدونم که دردی او دادرش هست. او دیگر مقصد ندارد. چیکاری که کند نه برای بد بودنش میکند. من او رو میدونم. فهمو هر چه که تو بی. بخشش لبای من چی؟ آجیل است؟ با الوان از قرارگاه پلیس میبرایم، او را به خانه‌اش میبرم. نه لازم نیست، من خودم میروم. فهمو پس از نیم ساعت آنجا میآیم. خدایا یکی از مشتریانم را دستگیر نمودند. معذرت. هیچ گپ نه، معذرت نپرس. برای همش تشکر. این چنین سلامت باش که مرا تنها نمیگذاری. کاری من همین است. رو دیر نشود. خیر تا بازدید. سلام. مرا به یاد آوردید؟ بله، پول شما را دزدیده بودند؟ بله، با شرافت شما پیدا شد. سلامت باشید. برای این نیکیتان منت دارم. خانم خطا میکنید. حالا دزدی که پول شما را دزدیده است دستگیر نکرده ایم. چه خیلی؟ آخر من پولم را گرفتم. چه خیلی یعنی از کی گرفته اید؟ از ادوکاتم. این ناممکن است. تا حالا جتویتان در دست من است، اما دزد را دستگیر نکرده ایم. فقط اصلا من به حیرت افتادم که چرا پلیس به من زنگ نزد. همچون ادوکات به من زنگ زد. چی فرق دارد؟ فرقی نیست. مادر چیکار میکنه؟ من بعد پدرت در اینجا زندگی نمی کند. مادامی که جدا می شویم همه چیزهایش را با او می فرستم. خوب اقلا چیزهایش را میده نکنه. با من کردار نشد. اقلا در باغچه برده آتش میزده تا که قصد گیرید. نزلی برو. سرم، من با تو باور میکنم. با زودی این کار را حل کن. چیزی که از دستم آید میکنم، خواطر نشوید. تو کارت رو تمام نکردم من هم می آیم و مادر و پسر در لندن خرید میکنیم. مایلش بسیار خوب میشود. جانم، راه سفید. خودتون رو احتیاط کنید. راه سفید. سلامت باشید. خیر. راه سفید. من شرطنامه اصلی رو نگرفتم. حالا رفتم میگیرم و تا آمدنم نسخه‌اش رو به من ارسال کنید. خوب شده از جناب عطیف زود میفرستم. در لندن او را نظارت کنید تنیر جان. بعد یک یا دو روز میفهمد که در شرطنامه معمایی نیست. بعدا زود کاری طرفخانه را به او میسپاریم. این را نیز از نظر گذران میگوییم. این خود وقتی طولانی را میگیرد. امیدوارم که مشغول کردن عطیف آسان میشود. تو خواطر نشو. یک یا دو ماه ایستاد کفایه است. هنگام نبودن وی از بین بردن این دختر آسان می شود. بی این هم حالا چاره دیگر نداریم. مادامی که شما این طور میخواهید میشود.
дар даруни ҷуздонам будааст. дархостатонро фиристодам ҷаноб. фаҳмо, ташаккури зиёд. апа, як чиз мегӯям, аммо наранҷед. чӣ? ин мард боз ба шумо чашм аъло накарда бошад? ба ҳурмати худо мерал, сафсата нахон, ӯ марди оиладор аст. توبه استغفرالله. خدا بخشد. پس چرا به شما اینقدر پول میدهد؟ من از کجا دانم؟ مرا خطا نفهمید. شما این مرد رو پیشتر هم میشناختید؟ یعنی پیش از حبس شدن؟ این گپ رو از کجا گرفتی؟ در بیمارخانه دیده بودیم. پس از صدمه سلیم رو انتظار بودیم. میرال تو خوب هستی؟ من در بیمارخانه به خود نبودم، چیزی رو در یاد ندارم. از این پیشتر دخترش به درمانگاه آمده بود و در آنجا شناس شده بودیم. خیر چی؟ گوش کن. سفسطه گفته گناه مردم رو به خود نگیر میرال. توبه توبه. اپا نخود من شما رو ندونم. شاید رحم کرده پول داده باشد، بعداً یاف شد گفته باشد. نه خواهرم، او به من این طور نمی کند، کرده نمی تواند. باز من به پول و رحم کسی احتیاج ندارم میرال. با کجا می روید اپا؟ تو 1 ساعت سلیم را نگاه بین کن، من زود به یک جا رفته می آیم. شما را تبریک میکنم ینگه سوزان. اکنون اوید حقی من صحبت میکنیم. مرا در اینجا فرار کار دارم. باید یک چیزم را بگیرم. من هم با شما روم جنابیتی. لازم نیست. در طرف راست ایست. ایست. رمزی جان، خوش آمدی. خوش آمدی رمزی جان. خوش باشه. چه حال داری جانم؟ خوب هستی؟ پایتای پدرت را آویز. خسته شدی؟ خواهی اول آب بازی کن. اول کمی دم گیرم. خوراک هم تیار است. نمیخواهم، گرسنه نیستم. رمزی به تو چی شده؟ تو را آزاد کردم، تو باشی به جای اینکه خرسند شوی برعکس به احوالت نگر. باز تو را الوند رنجانید. پدرم را ینگه الوند نجات داد. اگر شکایت میکرد حالا به دادگاه میرفتیم. او اول خودش را نجات دهد. حالا به دستم میافتد. روز خدا تمام نشده است. آن بی‌خاصیت برای چی شکایت میکرده است؟ اصلا ما باید در حق او شکایت کنیم. ما را دلگیر کرد. چی شد سوزان؟ تیجی است؟ خدایا نه، هیچ چیز نه. یک کیز شف نکرده گفزن سوزان. اپای نباهت است. بیمار شده است و برای خیر به من شوربا پز میگوید. گویو که دیگر کار نداشته باشم. این طور نگو، عیب است. بیچاره تنها زندگی میکند، کسی ندارد. رفته خبر گیر. مایلش جانم، او را بعد خبر میگیرم. رمزی، خانم فریده سلام گفت. کی؟ پدر جان، مادری علی آیدش ما شنیده برای دلبرداری اومده است. سلامت باشه. این همه بهانه است. به ما اشاره کرد و از ما خبر رو انتظارند. میدونم، به من گفته بودند. آفرین به تو رمزی. خبرداری اما به من نمیگویی. آخر فرصت نشد سوزان. خیر، من دست و رویم را شویم. سیرای کجاست؟ امروز باید بر وقت می اومد. چی شد؟ نقل نمیکنید؟ نقل میکنم جانم. سوزان، گپ را زیاد نکن. سیرای در کجاست؟ پدر جان، او برآمده رفت. نه، او خود به خود نرفته است. مادرم سیرای را زده رانده است پدر. تنر؟ یک مشکلی است. چیست؟ عطیف به طیاره سوار نشده است و تلفنش خاموش است. تو چی ها میگویی؟ یک لحظه. چی شد؟ از عطیف پیامک آمد.
مادر، پدر، من از شما چیزی بسیار رو طلب نکردم. خرسندم و خواستم که شما هم برای من خرسند شوید. اما شما چیکار کردید؟ به مانند هر وقت خواستید که مرا زیر نظارت خود گیرید. همه گفته‌هایتون رو شنیدم، همه‌اش رو. مادر، آیدی سیرای تمام نقشه‌های کشیده‌تون رو میدونم. از شما انتظار بودم، اما پدر، از شما در حقیقت انتظار نبودم. این دفعه نقشه‌تون رو ویران کردم. و در کجا و با کی خرسند باشم به نزد او میروم، با او میشوم و اونجا میروم. برای همین خودتون رو احتیاط کنید. خدا لعنت کند، خدا لعنتت کند، خدا لعنتت کند پیش خدمتی افلام. دوستم تو والا گریزه هستی؟ یک مدت همین خیل می شود. گوش کن، دهانت رو صاحب شو و در کجا بودنم رو به کسی نگو، فهمیدی؟ با هیچ کس؟ با سرای هم؟ سرای دیگر است، با او من خودم میگویم. بسیار خوب. اگر سرای بیگان بلا گرفتار شود چی؟ تا سهر دختر جوان در کجا بود؟ باره هم خواطر نشدید؟ پسرمون تمام شب او رو جستجو کرد رمزی. من صحبت کردم. امشب در خانه بوسه بوده است. پسرمو پرسیدم چرا نگفتی؟ تو در حقیقت عجیب است یا نه خود این رو نگویی؟ گویا که سخت از او خواطر میشوی. البته نه، اگر به ناموس و با آداب میبود از خانه بیرون نمیبرآمد. درست گپ زن سوزن. به عفت و ناموس سرای تو کاردار نشو. من حالا نمردم. پسرم برخیز رفتین دختر رو بیاره. باز رفته به پیش پایش میافتی؟ میروم، گرفته میارم و تو باشی برای زدنت عذر میپرسی. گپ تمام. گلسوم دخترم، سرم گرم شد، با من قهوه تیار کرده بیار. گوش میکنم. باید زود واخوریم. حالا تماما از جایم جنبیده نمیتوانم. زود گفتم، مجبور نکن که به خانه‌ات بیایم. اکا من نمیدونستم که این خیلی میشود. باید دانی نابکار، مرا بسکا وا نخورا. دان گاز رو زیر کن. وکالت رو گرفتم برادر. بسیار خوب. دادگاه در کجاست؟ در عدلیه کرتا. با مترو رو وگرنه دیر میکنی. خوب. خیر، تا بازدید. خانم الوان؟ سلام، جناب فؤاد در اتاقش است؟ بله در درون است. مرحمت. بله. الوان خوش آمده. وقت داری کمی صحبت کنیم؟ بله بیا، لطفاً بشین. گوش میکنم. شخصی پول ما رو دزدیده پیدا نشده است فؤاد. با من دروغ گفتی. تو چیکار کردنی فؤاد؟ یک قسمی پول در اینجاست. البته برای خانه یک قسمش رو خرج کردم، اما وعده میدهم که آن را نیز پرداخت میکنم. الوان لطفاً این لازم نیست. این لازم است که من به اینجا آمدم. همه چیز را از نو سر کردی. آخر احوالت وزنی. آخر من از تو این کار رو خواهش نکردم. گوش کن فؤاد، برای من بسیار کار کردی، منت دارم. با فرزندانم واخوراندی که این خدمت رو هیچگاه پرداخت کرده نمیتوانم، اما این دیگر است و غرور من این رو برداشت کرده نمیتواند. الوان گوش کن، تو باید خود را هیچگاه بدحس نکنی. میخواهم که حیاتت را به نظام دراری. این را همچون یک کمک قبول کن. التماس. این چی مناسبت است فؤاد؟ دوستانی که من میدونم به هم دیگر دروغ نمیگویند. چخیلی که گفتم قرضم رو پرداخت میکنم و فکر میکنم که من بعد به یاری تو احتیاج ندارم. برای همه‌اش تشکر. خوش بیمون.
اگر شما زنگ نمیزدید به خدا که من خودم زنگ میزدم. این چینگیز در کوچه هنگامی از شما پول گرفتنم ما رو عکس گرفته است. به نزد شوهرت میروم و به الوان میگوید فکر خودم رو کرده باشم نامردم. میترسم که آوازه کرده آبروی شما رو نریزاند. هیچ گپ نیست، این آسان است حل میکنیم. مسئله اصلی دیگر است. مرحمت. جیانت سیرای. سیرای ما؟ خیر. دختری الوان اندج. میخواهم او را از یک شخص دور سازی. توبه مایلش میکنم. اما اصلی؟ از پسر شنال ها عطیف. یک چند وقت است که عطیف و سیرای اشکارزی میکنن. چه؟ یعنی همراهن. وظیفه تو به این کار مانع شدن است. توبه یعنی که سیرای ما و عطیف شنال همراهند؟ از لط و کوب کردن این دختر سیر نشدند. چند سال می شود که شکنجهشان به آخر نمیرسد. اگر دختر خطا میکرد میفهمیدم. با این احوال اگر سیرای یگان کاری خطا کند گناهگار مادرم هستم. این چی گفتنی گپ پسرم؟ آخر او برای مادرش غمگین است. این چنین برای سلیم در خانه باشد مادرم. این آسان است پدر؟ تو کمی صبر کن، من سیرای رو گرفته می آیم. خوب دوستم. پدر کمی صبر کنید، سیرای رو گرفته می آیم. معلش پسرم انتظار میشوم. یک چیز که داشت آنها رو نیز قید کردم. میزی سیوم 2 کالا سفارش داده بود، اون رو قید کردی؟ میزی 3 2 کالا آنها رو نیز قید کردم. باز چی؟ باز صحتی و سلامتی. بوسا تو چی ها میگویی؟ این چی گپی گفتگی است؟ تو چی نرفتی؟ نرفتم. رفته نتوانستم. یگان چیزی ناخوش روی داد؟ نه، چیزی خوب روی داد. کی کارت با آخر میرسد؟ پس از 1 ساعت به آخر میرسد. بسیار خوب. این طور باشد از اینجا همراه به خانه اردن میرویم. تو و بوسا. من هم. لیکن من باید به خانه روم. من برای تو از خانه فرار کنم و تو باشی با من نمیروی.